سرخط خبرهای مهم. قرغیزستان و تاجیکستان سند نهایی تعیین مرز را امضا کردند. امام علی رحمان خواست شرایط خدمت و زندگی سربازان را بهتر کنند. و ترامپ از اوکراین خواست میلیاردهایی که آمریکا داده است پس گرداند. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید. نوید بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتان میکنیم. امروز دوشنبه 24 فوریه. برنامه را از یک خوشخبر آغاز میکنیم. تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه آخرین تعیین خط مرز را امضا کردند و اکنون این سند باید به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد شود. رسانه های قرغیزستان گفتند این سند 21 فوریه در شهر بیشکک امضا شده است. مقامات تاجیکستان تا حال در این باره رسما چیزی نگفتند. با اطلاع مقامات قرغیز، خمچبک توشی و سیومین یتیموف رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور سه سند را امضا کردند، اما جزئیات این سندها رسانه‌ای نشده است. این در حالی است که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موهردین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت طرف‌ها هنوز در مسئله راه‌ها و انشاءات آبرسانی به نتیجه نرسیدند. اما 21 فوریه خمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان به خبرنگاران گفت ما لایحه نهایی درباره علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را امضا کردیم. سیومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان هم گفته است مهمترین سند تاریخی که امروز به امضا رسید سازشنامه درباره معین و علامتگذاری مرز است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از فرماندهان نیروهای مسلح دیگر باره خواست در این زمان ناآرام آیین‌نامه‌های حربی انتظام و ترتیبات و ولایت قانون را در تمام جزء و تام‌های نظامی تامین کنند. او روز 22 فوریه هنگام سخنرانی در راهپیمایی نظامی با مناسبت 32مین سالگرد تأسیس ارتش تاجیکستان گفت فرماندهان و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با در نظر داشته وضع زود تغییر یابنده جهان با مسئله های آماده باشی دائمی، تامینات جزء و تام‌ها با تکنیک و تجهیزات معاصر حربی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری زندگی و خدمت برای هیئت شخصی اعتباری بیشتر دهند. نیروهای مسلح تاجیکستان برای وجود بدرفتاری و زورگویی با سربازان نو آمده، خودکشی در بین آنها و تأمین نامناسب سربازان پیوسته تنقید می شود. همین ماه آژانس مبارزه با فساد گفت پرونده 78 نفر منصبدار را برای تصرف بیش از 120 میلیون سومونی وزارت دفاع به دادگاه فرستاده است. به گفته مقامات این پول ضروری برای لباس، خوراک و نگهبانی سربازان و امنیت کشور با مساعدت چندی از مسئولان دزدیده شده است. هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه اولین بار نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک هنوز عصر گذشته نوشته است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. اما نقش آفران و تماشابینان میگویند این مسئله در شرایط حاضره تاجیکستان هم مبرم است. فرزان محمدی از محتوای نمایشنامه گزارش می‌دهد. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدگی بودم، خیلی حالم خوب نبود و یگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذاشته بودم، اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روز ریپتیتس من گرفت. نمایش من کشید، غرق کرد در خودش. من با پلیس رفته چی گویم؟
جناب کمیسر کودک 65 ساله گم شده. نمایش خونخوار تاراسی مضحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاه نور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانه‌اش زیاد چالاکچی و اوباش شریک وی عثمان بقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مرد بی‌آزار، حلیم، مهربان بوده با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یکی از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره شینی می‌کنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره وارد بحث می‌شوند و به پلیس مراجعت می‌کنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را به یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان می‌اندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. مسئله روز است آخه. همون وقتی که مثلا ما 10 روز رپتیسیون کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانم مرا در نمایش از خانهش پیش کردن. یعنی اجاره شین بود عیناً مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گریه میکرد که یعنی بارو بخچه در بیرون در ماندین نمیدونم چیکار کنم. من گفتم بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است. یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزها را از بین بریم. این اثر هرچند در سالهای 60 عصر گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابینان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمان ما احساس می شود. به گفته تماشابینان اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملیکه عزیز محمدova، بای مراد حییتوف، رابعه عبداللهی‌وا آن را مؤثرتر کرده است. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا روز 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. او این حرف را در همایش عملی سیاسی محافظه‌کاران در واشنگتن بیان داشت. او تاکید کرد که برای برگرداندن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت آمریکا این حرف را در حالی گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکرد ذخیره‌های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولاتور برای ماشین‌های الکترونیک کار می‌آیند گفتگو دارد. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره‌های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ‌های سرشده آمریکا است. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین به رسانه‌ها گفته است که بررسی این طرح از امروز 24 فوریه آغاز می شود. با گفته او اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی دهد آن را امضا می کند. جنگ روسیه با اوکراین که امروز 24 فوریه از آن 3 سال پر می شود به مرحله حساسی رسیده است. اوکراین با آهستگی عقب نشینی دارد و روسیه منطقه های بیشتری از این کشور را اشغال می کند. 3 سال پیش روسیه به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده‌ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها اوکراینی آواره شدند. با وجود سر و صدا اطراف سازش صلح در اوکراین معلوم نیست که جنگ کی به پایان میرسد. بخش یک روز تاریخ را همراه تماشا میکنیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بیخبر نمانیم. 24 فوریه سال 1989 میدان آزادی شهر دوشنبه که اون زمان به نام لنین شناخته میشد مکان برگزاری نخستین تجمع مردمی با طلب به زبان تاجیکی دادن مقام دولتی در تاجیکستان گردید. این نخستین گردی همایی بود که در فضای آسایشته و مدنی با شرکت اهل زیاد و مقامات و هم شهروندان عادی برپا شد و مقامات حزبی را نه تنها در داخل جمهوری بلکه در کرملین نگران کرد. نمایش اعتراضی نخستین با طلب‌های سیاسی در آسیای
марказӣ натиҷа дод ва ним сол баъд, яъне 22 июли соли 1989 дар Тоҷикистон қонун дар бораи забони давлатӣ қабул шуд. Тоҷпромбонк ва Фанонбонк ду бонке ки аз чанд сол пеш бо мушкил рӯбарӯ гардиданд баста шуданд. Сабаби расмии басташавии ин бонкҳо гуфта нашуд, вале ин оғози муфлисшавии дар умум 4 бонке гардид ки ба зиндагиву дороиҳои муштариён ва ҳам низоми то он вақт мӯътадили бонкӣ зарба зад. 24 феврали соли 1923 Рафаэл Толмасов таваллуд шудааст ки беш аз 70 соли умрашро барои рушди мусиқии касбии операву шашмақоми тоҷик бахшид. Ӯ дар нахуст намоиши операи Шӯриши Восеи Баласанян дар соли 1940 ҳунарнамоӣ кардааст. баъди хизмат дар ҷанги дуюми ҷаҳон боз ба Душанбе баргашта корро дар ҳамин театр идома дод ва дар аксар намоишномаҳо нақши асосиро бозид. бо пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ба Исроил кӯчид ва миёнаҳои солҳои 1990 даргузашт. бонки милли қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубл баробар аст ба 122 сомонӣ, 100 евро ба 1146 сомонӣ ва $100 1094 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, сипос ки моро ҳамроҳӣ кардед. То фарда дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.